Heydər baba, çəhdin məni gətirdin, yurdumuza, yuvamıza yetirdin. Biz bu yurda bağlıyıq, Azərbaycan oğluyuq. Siz mənim umudum, uçmağa qol qanadım. Yaşasın Azərbaycan, var olsun Azərbaycan. عنوان اولین قدم به سمت این عقلانیت برمیگرده. این تعهد من. حالت لایحه چند همسری هم هست. دیپلماسی ما دنبال متحد باید برای ما باشه، دنبال ایجاد یه بلوکه هایی که ما متعلق به اون بلوکه ها باشیم باید برای ما باشه، نه ایجاد خصومت، نه ایجاد سرصدا که هزینه‌اش رو مردم کشور ما دارن میدن. بنده توهم توطئه مطرح کردم و راجع به شهید بهشتی صحبت کردم، راجع به اسلام ناب محمدی صحبت کردم. بنده اون موقعی که مجلس تصفیه میشد، قطعی ترین و قوی ترین موضع رو بر علیه این تصفیه مجلس داشتم. هم موقعی که مطبوعات بسته میشد اشاره به توقیف فله مطبوعات کردن و محکوم کردن. شما به من میگید که شما سکوت کردید. میرحسین انسانه، دلسوز ملت، اومده جوونا رو نجات بده. فقط میرحسین موسوی برای جانبازای مثل ما زحمت کشیده. این موسوی نمیشه. خانم تو کشتاد این نفت گاز معادن سنگی اینا پولا چی شد؟ 260 میلیون دلاری که بیشتر درآمد نفتی دولت خاتمی رفسنجانی بود، اینا پولا چی شد؟ این همه صندوق صدقات تو کشور داریم، چرا دولت رو برای صدقه میده؟ ما صدقه نمیخوایم، کار میخواد. تمام پروژه های مملکت الان خوابیده فقط به خاطر اینکه ایران تحریمه. و پدر من تو پروژه های نفتی و گازی و سیکل ترکیبی کار میکنه به خاطر 4 تا پی، چون فقط آقای احمدی نژاد نمیخواد با کسی رابطه داشته باشه. تمام پروژه ها تحریمه. چرا؟ سوال خانم رهنورد کی بود؟ رهنورد قضاوی زنومرد. میرحسین کسی بود که کشور رو در بدترین شرایط اداره کرد. من به میرحسین رأی میدم به خاطر اینکه از دروغ بدم میاد. به کسی رأی میدم که حداقل سر حرفاش وایسه. سید ما خوش آمد. صلی علی محمد. فقط میرحسین به خاطر کرامت